دادگاه نویه اشکوشم با حکم خود از 18 مارس سال 2023 زیورشو کرمشویف رئیس جماعت دیوت قوزده این نویه را بر اساس قسم دوم ماده 245 بندهای ا و گ و ماده 323 کودکس جنایتی تاجیکستان در بتکرار از آن خود کردن مبلغها با استفاده از منصب و ساختکاری خدمتی گوناگور شناخته او را به اندازه 150 نشان دهنده برای صبح برابر به 10200 سومانی یا $900 امریکایی جریمه بست. کرمشویف به تصرف حدود 8000 سومانی از مبلغ‌های بودجه جماعت قوزده گوناگور دانسته شد. خود او برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 13 اپریل سال 2023 در شرح این پرونده خبر داد که شهروند کرمشویف زیورشو مبارکشویویچ که طبق قرار مجلس جماعت دیوت قوزده نویه اشکوشم به وظیفه رئیس این جماعت تعیین گردیده تا این جانب فعالیت میکرد، به سرمنصب جماعت میرزویف ایانبک سپارش داده است که به نام مهندس زمینساز جماعت شکربیکوف عاطف که فعالیت نمیکرد ماه فوریه و مارس سال 2022 مبلغ‌های حسابکنی جدا نموده به عهده میرزویف در ماه فوریه سال 2022 مبلغ 909 سومانی و ماه مارس سال 2022 مبلغ 923 سومانی را به نام شکربیکوف در مجموع 1832 سومانی حجت‌های ساختکارانه ترتیب داده به ریاست مالیه نویه اشکوشم پیشنهاد کرده است و مبلغ را گرفته از آن خود کرده به منفعت شخصیش صرف نموده است. همین طور می افزود دادستانی کرمشویف تکرارا مبلغ سوزشواری از ریاست مالیه به جماعت قوزده جدا گردیده را در دوره سال 2022 در مجموع 5124 سومانی را تشکیل میداد گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. به غیر از این کرمشویف به گفته دادستانی تکرارا به سرمنصب میرزویف سپارش داده است که از صورت حساب جماعت به صورت حساب شرکت فیروزه 2000 سومانی برای خریداری نمودن قسم‌های احتیاطی واسطه نقلیات گذراند که از این به مبلغ 1100 سومانیش را به قسم‌های احتیاطی ماشین خدمتی خراجات نموده مبلغ 900 سومانی را گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. کرمشویف با مقصد رویپوش نمودن کردارهای جنایتی خود سال 20 دکبر سال 2022 ساختکارانه سند خرید از نام شهروندان بادرخانو و سفربیکوف عظیموف ترتیب داده از نام آنها امضا گذاشته است. گفته میشود در اطلاعیه دادستانی کل این موردهای تصرف مبلغ‌های دولتی را دادستانی نویه اشکوشم آشکار کرده نسبت به کرمشویف بر اساس دو ماده کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان 245 قسم 2 بندهای ا گ و 323 پرونده جنایتی آغاز نموده با انجام تفتیش پیشکی به دادگاه سپردند و دادگاه نویه اشکوشم کرمشویف را بر اساس این دو ماده گوناگور شناخته نسبتش جریمه به اندازه 150 نشان دهنده برای صبح برابر به 10200 سومانی به فایده دولت تامین کرده است.